رسیدیم اهواز. ساعت قدری از نیمه شب گذشته و ما شدیم راهیان نور. صبح قبل از حرکت. حسین یکتا، بچه قم، فرماندهی که در عملیات کربلای 4 20 ساله بود و سرشار از روحیه و شوخ طبعی. حاج حسین گفت در این سفر اول طلاییه می رویم. ما 8 سال جنگیدیم رفقا، کجا دارید میرید الان طلاییه؟ گفت طلاییه، عجب طلاییه. وای خدا حاجی تو چقدر روحیه داری. واقعا چقدر روحیه داری. روحیه همون داره از خنده روده بر میشه. شما چرا نمیخندی؟ خیلی روحیه داری حاجی، دیگه دارم میترکم. ای خدا بی خودم میکشم، نمیتونم. این حرفت خیلی خنده دار. اگه از این سفر من زود برگردم، یه ماشین پراید میشه به اسمم، یه خونه 4 اتاق هم کنارش، میشینم اونجا من توی حیاتش. مسافرها گریه کنن. آی راننده این راهیان نور رو زودتر برو، نورمون داره تموم میشه. یه خورده سریعتر میشه. آقا میگن نخبه کسیه که از فرصت‌ها بهترین استفاده رو بکنه دیگه، درسته؟ بله. فکر نمی‌کنی اومده اینجا وقت رو تلف می‌کنی؟ اصلاً من به عنوان یه نخبه اینجا به ارزش‌های دست پیدا کردم که 7 پشتم اگه کار می‌کردن هیچ وقت بهشون نمی‌رسیدن. شما حساب کن 2 روز اومدیم اینجا تو این بیابون شلنگ تخته میندازیم، بعد برمیگردیم یه پراید نخبه کش همچین مشکی غاصب میشیم. منم اصلا پای برهنه تو این سرزمین دنبال چه گم شده میگردی؟ برین جوابشون از دلتون بپرسیم. الو ای دلا دنبال چی میگردی تو این بیابون؟ جواب سوال آقای مراتی رو بده. آقای مراتی جواب نمیده. باش دلا این واقعا چی؟ ای کارد بخورین. آقای مراتی این دیگه میگه تو این بیابون دنبال جوجه هر چی از سوال میکنم میگه غیر قور نمیدونم، فکر کنم دنبال جوجه کباب میگرده. من دیگه خسته شدم از دست این دلا، ولی فکر کنم ایادی استکبار توشه. دلو تو این بیابون دنبال چه میگردی؟ دلو میایم اینجا آزاد بشیم. اسم اونو گذاشتن نخبه، ولی حالا اصلا شک میکنم که مثلا نخبه. راست میگه، منم شک کردم. واقعا من نخبم؟ نه من تخمم. حالا شکم بین اینه که من تخم کدو هم یا تخم آفتاب گردون یا تخم ژاپنی یا سیمیشکا. حالا تخمم دلی رفته به بازار عشق، تا به دلم بود سیاه چشم او، جان و تنم سوخته در نار عشق. ای قوم به حج رفته کجایی معشوق همینجاست، بیایید. منم به عنوان یه نخبه به نظرم بیایید. الان چون با توجه به این که وضعیت کشورهای عربی از حج چیزی با آدم نمیماسه، ولی خب اینجا طلاییه است، بیاین اینجا خلاصه بیایید طلاییه رو بیایید. نخبگان ما الان باید از این نخبگان دوران دفاع مقدس درسی بگیرن که ببینن واقعا راهی که اینا رفتن یک راه استثنایی و به قول خیلیا میانبری بود. بله واقعا میانبری بود دیگه، چون شما خودتون حسابشو بکنید دیگه، طرف 40 سال درس میخونه، کار میکنه، هنوز 8 گروه نوشه، اما شما بیاد 2 روز تو این راهیان نور یه چراغ قوه هم بندازی، همچین 10 تا جاده میانبر جلوت باز میشه که 7 پشت تامین. امکاناتی که براتون در نظر گرفته بودن توی مناطق عملیاتی چطور بود؟ خوب بود، خیلی خوب. چه امکاناتی براتون فراهم شده بود؟ هر چی بخوایم بود دیگه، هر چی لازم بود. والا امکانات بود، یعنی بود. ولی به نظرم باید یه خورده نمایش‌های طنزش تو این طلایه بیشتر بشه که ما استفاده بکنیم. یه استخونم بیشتر بیارن که به همه برسه. الان به من استخون نرسیده، من مجبور شدم استخونای جناق مرغ نهار که خورده بودم میخوام برم تو دانشگاه خودمون دفن کنم، در حالی که همین جوادی که الان شما باهاش مصاحبه کردید یه گونی پر استخون برده.
امکانات خوبی بود، مخصوصا امکانات فرهنگی که الان می‌بینید دیگه. بعد امکانات رفاهیش هم که حرف نداشت، عالی بود. من زیاد به امکاناتش توجه نمی‌کنم، به حال و هوای اینجا منو گرفته به خودش. آقا واقعا حال و هوای اینجا منم گرفته، واقعا دیگه نمیتونم نفس بکشم. واقعا منم اصلا به فکر امکانات اینجا نیستم، فقط حال و هواش، فقط حال و هوا. دارم خفه میشم. فقط نمیدونم به این پرایده من میرسم یا نمیرسم، دارم میمیرم. ای خدا کمکم کنه، خدا کنه زودتر برسم، من دارم میمیرم دیگه. فقط این داستانه که من توی مصاحبه که نمیتونم دوبار بمیرم که اون اولش ما مردیم دیگه. من این دفعه قش میکنم.